مادر شنگول 3 بچه دارد. اگر لوکوموتیری یکی از 3 بچه را زیر بگیرد، الف، نام پدر بچه ها چیست؟ ب، سرعت لوکوموتیر چند پروپکان بر ثانیه است؟ ای بابا کیه؟ مگه نمیدونید فردا امتحان دارم؟ اگه دوباره بیفتم همه تون رو اعدام میکنم ها. بیا تو ببینم چی میگی. قربان ببخشید، باید بریم بازدید سرزده. شما چقدر حقوق میگیرید؟ 3,700. انشاءالله خدا به مالتون برکت بده. خدا نگهدار. آقا جان چرا بنزین نمیزنی؟ نمیشه، سیستم هک شده. خب باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. خدا نگهدار. ای وای شما چقدر محرومید. خدا باید بهتون صبر بده. بغض حلقوممو گرفت. انشاءالله بریم. خب خدا را شکر که انشاءالله برنامه ها به خوبی پیش رفت و تمام مشکلات حل شد. باید فردا هم اگه معلم نمره داد که هیچ، اما اگر نداد باید انشاءالله چنان او را اعدام کنم که دیگه از این غلطا نکنه.